رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید ایاکم و ظن، حدیث امام بخاری است، ایاکم و ظن، ای اصحاب من، ای امتان من، از بدگمانی ها بپرهیزید. فان الظن اکذب الحدیث، بدترین دروغ ها همین گمان بد است. بعد چی میفرماید؟ ولا تحسسوا، گوش خود را به سخنان مردم ندوزین که از مردم چه بشنوین بیاین به برادر مسلمانتون تعریف کنین. امروز ما یک همراز پیدا نمی کنیم. در خانه تنها داخل خانه به یک برادر مسلمان خود راز میگوییم، فردا میشنویم همه شر خبر است. خود چرا برادر من؟ اونی که این طرف و آن طرف نگاه میکند، دروازه را محکم میبندد، این چی میخواهد؟ میخواد راز را به تو بگوید که به هیچ کس دیگر نمیخواد بگوید. به گوشی به برادرت به تو تماس گرفته، من میخواهم که خواستگاری برای فلانی جا، باز به کس نگویی. خبر نمیشه، بیچاره کل قوم خبر شده. یک همدم و مونس فعلا پیدا نمیکنیم. ما امروز یک همراز پیدا نمیکنیم. اخوان الزماننا جواسیس الامور، برادرای امروز جاسوسهای امور ما هستن، جاسوسی میکنن. پیامبر میگه ولا تحسسوا، تحسس نکنین، ولا تجسسوا، تجسس نکنین. یعنی به عیب برادر مسلمان خود تجسس نکنین که عیب برادر مسلمان رو پیدا بکنیم. بعضی خواهران و برادران کارشان همین است که تلاش میکنن از فلانی چی عیب پیدا بکنن، بعد شروع کنن به حجب گفتن، بعد شروع بکنن به بد گفتن. ولا تجسسوا، پیامبر چی میفرماید؟ ولا تحسدوا، ای امت من یکی به دیگری حسادت نکنین، یکی بر دیگری حسادت نکنین. چرا؟ به خاطری که صفت کفارت. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم. کفار دوست دارن که شما بعد از ایمان مرتد بشوین، بعد از ایمان کافر بشوین. به خاطر چی؟ حسدا من عند انفسهم. کفار با شما حسادت میکنند، ترقی شما، پیشرفت شما، کامیابی شما رو دیده نمیتوانند. خیلی صفت یهود و نصارا بوده. متاسفانه که امروز در میان امت هست. من گفتم حتی علما هم این مرض رو پیدا کردن. الله به ما توفیق نصیب بگردان که این مرض از بدن ما دور شود. دوست عزیز سیدنا علی میگه الحسود لا یسود، حسود هیچ وقت به مرام خود نمیرسد. حسود هیچ وقت آرام نیست. چیزی را که حسود از دست میدهد آرامش است. شبم آرام ندارد، روزم آرام ندارد. چون همیشه اگر در صفحات رشد کردی، اون کسی که با تو حسادت داره هر لحظه شب و روز از خوابم که بیدار میشه سفر بالا و پایین میکنه که ببینم تو هستی یا نیستی، تو رشد داری نداری، ببینه که چند تا لایک گرفتی. تو این حسادت هست. چند تا لایک گرفتی، چقدر بیننده داری. عزیز من، به جای این که به جان برادر مسلمانت بچسبی که اون چقدر لایک داره، اون چقدر بیننده داره، برو تقوای الهی را پیشه بکن. برو از خدا بخوا. عزت را کی میدهد؟ ذلیل کی میگرداند؟ الله. کی محبوب قلب ها میگرداند؟ بس این همه کار الله بوده. پس محمد غزالی میگه کسی که حسادت میکند اون به تقسیم خدا راضی نیست. نعوذ بالله. اون به تقسیم خدا راضی نیست. کسی که به تقسیم خدا راضی نباشد، پس به اون جز غضب خدا چیز دیگه برش نمیرسد. پیامبر فرمود ولا تحاسدوا، ای امتان من با یکی دیگر حسادت نکنید. ولا تدابروا، هجران و اعراض و روگردانی از برادر مسلمان نکنید. ولا تباغضوا، دشمنی ها نکنین. و کونوا عباد الله اخوانا، با برادر مسلمان خود برادر باشید. انما المؤمنون اخوه. این آیه بیخ رنگ خود را از دست داده است در بین ما مسلمانان. چرا عزیز من؟ این آیه قرآن است، این کلام رب ما هست. انما المؤمنون اخوه، مؤمن برادر مؤمن هست، مؤمن برادر مؤمن هست. این ترجمه را ما میکنیم گاهی وقت، به این آیه گاهی وقت سر خوردیم، به این آیه گاهی وقت تلاوت کردیم. انما المؤمنون اخوه، مؤمن برادر مؤمن هست. ما حتی برادر عینی خود را قبول نداریم که رشد بکند. برادر عینی خود را دوست نداریم که کامیاب باشد در تمام راستا. خواهر خود را دوست نداریم که آرام باشد. با یزنه خود بعضی ها حسادت دارند. من گفتم ریشه کل این گناه ها حسادت هست.
بیاییم عزیزان من عاجزانه از خدا بخواهیم که پروردگارا ما که عاجزیم، ما که ضعیفیم، ما که ناتوانیم، پروردگارا به سمت تو در حرکتیم ولی نمیفهمیم، راه را گم کردیم، پروردگارا ضعیف شدیم، بی اراده شدیم، پروردگارا به ما اراده قوی نصیب بگردان، پروردگارا به ما توفیق نصیب بگردان که بار بار توبه میکنیم، بار بار گناه میکنیم، بار بار میگیم نمیکنیم، باز میکنیم. شاید بسیاری جوانها، خود من، تو برادر عزیز، خواهر گرامی، شاید صحبت و سخنرانی یک عالم را بشنون بگوین دیگه همین گناه را نمیکنم، شاید همون لحظه پشیمان شوی، همون لحظه چل قطره اشکم از چشم جاری شود، ولی باز فردا میبینیم که باز میکنیم. همونطور نیست؟ باز میکنیم، میگیم دیگه بی‌نمازی نمیکنیم، باز میبینیم که نماز صبح در خوابیم، دیگه بی‌نمازی نمیکنیم، باز میبینیم در سیاحت و چکر نماز ظهر نخواندیم، در سیاحت و چکر نماز عصر نخواندیم. پس معلوم است که ما ضعف اراده داریم. هنوز این بزرگی گناه، این وقاحت گناه، این پستی گناه در قلب ما جا نگرفته که بدانیم این گناه آنقدر بزرگ است که ما را وارد جهنم میکند و از این توبه بکنیم دیگر برنگردیم. اراده ما ضعیف است. از خدا بخوایم پروردگار اراده های ما را قوی بگردان. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. همیشه مردم به خیرن، همیشه مردم به ترقیان، همیشه مردم به پیشرفت هستن تا مادامی که حسادت نکنن. خیلی ها رو میبینی زندگیشون رنگ گرفته، به یک جایی رسیدن، پول به دستشون افتاده، یک بار شروع میکنن با حسادت به برادر مسلمان. قبلا حسود نبودن، الان که پول پیدا کردن، حرص برشان پیدا شده، حب دنیا برشان پیدا شده، حسادت شروع میکنن. فردای آن روز اتفاقی میفتد که کل مالش یک جا از دستش گرفته میشود. نعره تکبیر! اون پول یک جا از دستش گرفته میشود. این حسادت خیلی خطرناک است. دوست عزیز، برادر بسیار گرامی من، پیامبر میگه لیس منی، از من نیست، لیس منی، امت من نیست، ذو حسدن، کسی که حسد دارد، امت من نیست، به طریق من نیست، به سنت من آراسته نیست، کسی که حسد دارد، ولا نمیمه، و کسی که نمیمت دارد، یعنی سخنچینی میکند، میره و از یک برادر مسلمانی سخن رو میگیره، 5-6 دیگه هم به کنارش شرش میکنه از خودش، میره به اون میگه که فلانی فلان گفت و فلانی فلان کرد. عداوت و دشمنی ها را در بین میاندازد. والا کهانه، کسی که کهانت و فالبینی میکنه. من خواهش میکنم از برادران عزیز و گرامی که این را به مادران برسونید که این مرض خطرناک که اون کهانت و فالبینی و رمالی و سحر و جادو از فعلا خاص خواهرها شده. خبر ندارن کسی که پیش فالبین میره، پیش کسی که کف شناس است، پیش کسی که جادوگر و ساحر هست میرود، اون چیزی برایش نمیشه میکنه به نام تومار. رسول صلی الله علیه و سلم میگه من اتا کاهنا، کسی که پیش یک کاهن میآید، او عرافا، پیش یک رمال و کفشناس میآید، پیش یک حاضراتچی میروند، پیش یک فالبین میروند، فقط کفر بما انزل علی محمد، این انسان کافر شده به آنچه که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده. یعنی این انسان به قرآن کافر شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم از من نیست، امت من نیست. کسی که حسادت دارد، کسی که نمیمت میکند، کسی که کهانت دارد، فالبین است، بخشی هست، جادوگر هست، این امت من نیست. ولا انا من، از من نیست و من از او نیستم. پناه بر خدا، پناه بر خدا که روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم به امت بگوید ای امت شما از من نیستین، من از شما نیستم. کجا میرویم؟ جاییم دیگه مأوایی هست؟ دیگه دستگیری داریم؟ فعلا که خیلی راحتیم، گناه هم میکنیم، راحت هستیم به خاطر که شفاعت کننده ما کی هست؟ شفاعت کننده ما کی هست؟ محمد صلی الله علیه و سلم. میگم شفیع المذنبین است، شفیع گناهگاران است، شفاعت میکنه. پس خیلی روز خطرناک است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به بعض امت بگویند که تو امت من نیستی، من از تو نیستم و تو از من نیستی. کار بکن که به حضرت علی رسول صلی الله علیه و سلم میگفت ای علی تو از منی، من از تو هستم. چه جمله قیمتی، چه جمله با ارزش. علی جان تو از منی، من از تو هستم.
عزیز من تو هم کار بکن که روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگوید ای امت من تو از منی، من از تو هستم. این دیگر واقعا بالاترین درجه عزت است که الله به یک بنده نصیب بگرد.